نشده بودم. نماسته. از خود کدام حمایت مردمی هم نداشتم. خاطر ضد و نقیض نشانده ها توقع داریم که خدمت میکنن برای افغانستان. امیر جواب بده. همین دوست با نامش هم نگفت. عرش کی؟ آقای رحیم. عرش رحیم از واشنگتن دی سی. آقای عرش رحیم پسر سید مخلون رحیم. بابایش وزیر چی بود؟ اطلاعات و فرهنگ. اما بابای چندان دزدی نکده بود. جان کاکا کم دزدی کده کم. و اینا بسیار خلاف پدر خود است. خیر اگه باشم پدر یزدی دزدی نکده. من براتون میگم و شهادت تاریخ میگم که پدر یزدی کار صادقانه هم کرد، خدمت هم کرد، دلش به وطنم میسوخت، با ما هم نظر هم بود، اعتراض هم داشت، از دزدیان ناراض هم بود. چیزی گفته نمیتونست که وزارت از پیچش نبود. آقای رحیم باش پدرت بسیار آدم با فرهنگ است، تو هم آدم با فرهنگ است. وزیر اطلاعات فرهنگ بود، استاد پانتون بود، بسیار آدم خوب است. آقای رحیم کاری خراب این صاحب بگو صاحب. میخوایم بگو چاپلوس گوخو جزید نقیص کس گپ نزدن. تو گفت چی نمیکنی؟ ما گفتیم 11 سپتامبر برای مردم افغانستان یک عصر طلایی بود. استفاده میشد. گوش کن، اگر درست استفاده میشد کمک های جامعه جاری و مستحق ترین مردم میرسید. از کمک ها در جاهای اساسی استفاده میشد، رنگ افغانستان تغییر میکرد. آقای رحیم گوش نمیکنید؟ این صاحب اگر گوش نمیکنید از خطر میکنید. گوش بکن. گوش کنید سوال تمیه و یگانه یافتی باز من در خدمت تا فردا. ببینید من بازم تکرار میکنم که هیچ زید نقیص گپ زده نشده، اما ما افغانا که انتقاد نکنیم میده تر میشیم. چاپلوس وزیر بعد من بگیم که نه زید نقیص. آقا من حال تکرار میکنم 11 سپتامبر یک عصر طلایی بود برای مردم افغانستان و خائنین. 3 کشور با امکانات مالی، با تجربه، با متخصصین داخل افغانستان شدن. و فایشا ما از پول از اینا اگر استفاده میکردیم در جاهای مناسب و مستحق‌ترین مردم کمک ها را میرساندیم، فابریکا میساختیم، پول به رئیس جمهور و برادراش و معاونین رئیس جمهور و برادراش نمیدادیم، دزدی چور و چپاول نمیشد، قماندان‌صاحبان خانه در خارج جور نمیکردن، کلش داخل افغانستان مصرف میشد. امروز کابل دیگه یک کابل دیگه. اگر چالیم کابل بسیار تغییر کرده نسبت به کابل سابق، کابل دوره داوود خان، کابل دوره ظاهر شاه بسیار فرق کرده، بسیار آبادی شده انصافا، شهرک‌ها ساخته شده. اما با توجه به کمک‌های بزرگی که صورت گرفت هیچ چیز نشده. تندار هم هیچ چیز نشده، نننگرار هم نشده، بدخشان هم نشده، در پروان هم نشده. میلیاردها میلیارد حتی بیلیون‌ها دلار. بنابراین ما گفتیم که این کمک ها به مردم مستحق نرسید و دزدی کردن. کجای عزیزی اون دوره طلایی بود، اما در موجودیت اشرف غنی، در موجودیت کرزی، در موجودیت معاونین دزدشان، وزیرای دزدشان به یک دوره سیاه، به یک دوره فساد تبدیل شد که امروز تاریخ ما را تاریخ فساد میگن. متاسفانه سوال ما این سوال بود که شما چرا از کسانی که خارج آورد توقع بزرگ دارید؟ این حکومت ملی نبود. آقا چرا این توقع مزخرف شما دارید که اینا آباد میکنن افغانستان؟ اصلا سیاستمدارای امریکا خودشان دزد هستن، به نام کمک پولا را پس به جیب خود آوردن. هیچ هرگز پلان آبادی افغانستان نبود. میدانستند که با مجرد که افغانستان آباد شود مردمش اینا را میگن بخیدید برای این گم شوید. یگانه رای که اینا میبودن نیست که مردم به این حالت پایبکی نگاه میداشتن. تشکر عرش جان. این همه خدا بیستن. آرش جان تو بچه یک استاد هستی، بچه دکتر رحیم، دکتر ادبیات و فرهنگ، وزیر فرهنگ،
fuck you. کلمات بعد از این حساب شده بزن، نگو که توقع مزخرف. این چرندیات و کلمات بازاری استعمال نکن که نام پدر هم صفر میکنی، نام خود هم صفر میکنی. فک پدر من شدم. الله. رئیس فرزند یک آدم تحصیل یافته بس خایمال شکرا نوکرک هم کرد، دلش وطنم میسوخت، با ما هم نظرم بود، اعتراض هم داشت، از اون بسیار ناراض هم بود، ولی چیزی گفته نمیتونست که وزارت از پیچش نکنه. دیگه چی فایده؟ آقای رحیم باش که پدرت بسیار آدم با فرهنگ است، تو هم آدم با فرهنگ است. ای بر پدرت فرهنگ بود، استاد پانتون بود، بسیار آدم خوب است آقای رحیم. شرط مردگم حضور آقای عرشی بود که کسایی که امریکا سر قدرت آوردن اینا خائن بودن. اونا به امریکا هم صادق نبودن. اگه شما شروع از این طور ادبات و خدمت نمیکنید اینا توقع داریم به دلیل از اینکه امریکا اینا رو آورد اروپا. God, fuck you. American chemistry That's is the enough. backbone of innovation, like computers. Okay, shut up innovation. هموطنان عزیز، یک خایمال چاپلوس گوخور سگ دوشخال است. هیچ آدم خوب بابی مرا تعریف نمیکنه. نمسته.